سلام دوستان، چطور متورین؟ من امیر TNT هستم و شما این ویدیو من دنبال میکنین. از اونجایی که ما ایرانیا به دنبال وقتمون هستیم، اومدم یه روش بسیار very good بهتون یاد بدم. دیگه وقتتون رو از دست ندید. تقریبا 3 دقیقه وقتمون، یعنی 3 دقیقه صرفه جویی در وقت میکنیم. خب حتی که مورد نظر رو پیدا میکنیم در ابتدا به دنبال اتک اینو مثلا میزنیم، کل نیروهامون رو به شکلی که میخوایم خالی میکنیم و وقتی خالی کردیم خب یعنی کل چیزایی که میخوایم خالی میکنیم، نیروهامون خالی میشه. بعدش که خالی کردیم یه کار خیلی جالب میکنیم. حالا صبر کنیم، همونجور که میبینین 21 دونه جامه. خب در انتظار زدن اتک. خب الان مثلا اینو الان زد، میجکیم از بازی به بیرون و پاک میکنیم بازی. دوباره میریم داخل بازی. حالا چند ثانیه صبر کنیم، به من ارور داد. چند ثانیه صبر کنید که ارور بهتون نده. تقریبا 1-2-3 ثانیه صبر کنید. نکنی ارور داد. تقریبا 2 دقیقه صرفه جویی شد در وقتتون. عجب عجب عجب. همینجور که نگاه میکنید 7 جام به من داده. یعنی چی؟ 3 دقیقه صرفه جویی. نگاه کنین همون اتک هم هستا. من اصلا داخل بازی نرفتم، ویدیو کامله. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنونم که منو حمایت میکنید. فعلا خدا حافظ.